سلام رفیق، امیدوارم حالت عالی باشه. من مجید آذرکشم. قراره با هم یه مینی دوره رایگان مشاوره‌ای داشته باشیم. این مینی دوره تحت عنوان افزایش عملکرد فوق‌العاده میتونه کمکت کنه که روند مطالعاتیت بهبود پیدا کنه. یعنی اگر که تا الان 1 ساعت وقت میذاشتی و 80% بازدهی داشتی، اینو بتونیم به 100% برسونیم. اگر تا الان 1 ساعت وقت میذاشتی 20% بازدهی داشتی، بتونیم اینو به بالای 70-80% برسونیم. نکاتی که توی این دوره آموزش میبینی حوزه هاییه که همه دانش آموزا توش مشکل دارن. یعنی کسی نمیتونه ادعا کنه که من این موارد رو مشکل ندارم، چون کلا نه تنها دانش آموزا بلکه همه افراد مشکل دارن. در مورد مواردی می‌خوایم صحبت کنیم که مشکلات همگانی است، اهمالکاری و تنبلی بگیر تا مدیریت استفاده از موبایل و یه سری موارد دیگه که همش قراره در نهایت منجر به این بشه که بتونی با راندمان بالاتری درس بخونی، برنامه‌ها رو اجرا کنی و در نهایت هدفاتو تیک بزنی. خب این دوره رو توصیه میکنم تک تک قسمتاشو پیگیر باشی، حتما به مرور برات آپلود میشه و هر قسمتش کمتر از 10 دقیقه 15 دقیقه وقتتو میگیره، اما چیزی که در نهایت برات اتفاق میفته خیلی فراتر از چیزیه که الان بتونی تصور کنی. حتی این دوره رو ما قبلا برگزار کردیم، نتایجش رو دیدیم و اینکه اینقدر مطمئن در موردش صحبت میکنم به این خاطره که نتایج نشون دهنده این تحول توی تمام افرادی بوده که توی این دوره همراهی کردن و در نهایت با نکاتش پیش رفتن و نکاتش رو اجرایی کردن. خب توی قسمت اول دوره افزایش عملکرد میخوایم در مورد کاهش تنبلی و اهمالکاری برای مطالعه صحبت کنیم، موضوعی که فوق‌العاده مهمه و موضوعی که حداقل فکر می‌کنم بیشتر از 90% دانش آموزا مشکل دارن. خب برای اینکه بحث از تنبلی و اهمالکاری رو با هم باز کنیم، اول بیایم بررسی کنیم که اصلا تفاوت تنبلی و اهمالکاری چی هست. خب قسمت اول دوره افزایش عملکرد قرار در مورد تنبلی و اهمالکاری صحبت کنیم، موضوعی که حداقل 90% دانش آموزا توش مشکل دارن. خب قبل از همه چیز بفهمیم که اصلا تفاوت تنبلی و اهمالکاری چی هست. خیلی‌ها تنبلی و با اهمالکاری اشتباه میکنن، ولی این دوتا با هم متفاوته، دوتا واژه متفاوت و دوتا رفتار متفاوت در ازای برنامه‌ای که قرار اتفاق بیفته. تنبل به کسی میگن که دوست نداره کاری انجام بده، کلا یعنی کاری نکردن کلا ترجیحشه و معمولا کاری هم نمیکنه. اهمالکار به کسی میگن که کاری میکنه اما کار غیر مهم رو جایگزین کار مهم میکنه. پس اهمالکار کسیه که اینجوری نیستش که بخواد هیچ کار نکنه ها، ولی یه جاهایی درگیر کارایی میشه که شاید ارزش افزوده‌ای توی زندگیش ایجاد نمیکنه. مثلا چی؟ مثلا من میخوام درس بخونم اما توی گوشی بودن رو ترجیح میدم. توی گوشی بودن هم به هر حال یه کار محسوب میشه، اما کاریه که ارزش افزوده نداره یا کاریه که کار غیر مفید محسوب میشه. پس داستانی که اتفاق میفته اینه که کسی که اهمال کاره عموماً درگیر کارهایی هستش که هیچ ارزشی ندارن، درگیر کارهاییه که تأثیر خاصی توی روندش نمیذارن و یه جاهایی حتی به خاطر اینکه مدام درگیر کاره حس خستگی و حس مفید بودن هم داره. یعنی آخر روز که میشه حس میکنه که الان چقدر کار کردم دیگه و چقدر روز خوبی بوده، در صورتی که کارهایی که کرده شاید اصلا کاری که باید میکرده نبوده. و موضوعی که هستش اینه که الزاما اهمال کاری کردن توی گوشی بودن یا درس نخوندن نیست یا تفریح کردن نیست. یه جاهای درس خوندنه، اما اون درسی که باید میخوندیم رو در واقع ایگنور میکنیم و میذاریمش کنار، به جاش درس دیگر رو میخونیم. اینجا هم ما داریم اهمال کاری میکنیم. فرض کن تو برنامه قرار بوده ریاضی بخونی، چون ریاضی رو دوست نداری به هر دلیلی ترجیح میدی که بری یه درس ساده تر یا درسی که دوست داری رو بخونی، مثلا میری سراغ خوندن فیزیک به عنوان مثال، و تو اینجا هم داری اهمال کاری میکنی چون کاری که باید میکردی یه چیز دیگه ای بوده، اما اون کار ترجیح ندادی و رفتی کارتو تغییر دادی به یک کاری که شاید برای خودت لااقل ساده تر بوده. پس مشکل ما بیشتر بحث اهمال کاریه، چون من فکر می‌کنم لااقل توی کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن احتمالاً تنبل نداریم. واقعا تنبل به اون واژه‌ای که جا افتاده توی جامعه یه مقدار اشتباهه. چیزی که باید جا میافتاده اهمال کاری بوده. یعنی عموم افراد جامعه تنبل نیستن، آدمای اهمال کاری هستن. پس ما می‌خوایم در مورد راهکارهای کاهش اهمال کاری صحبت کنیم. چیکار کنیم که این بحث اهمال کاری کمتر بشه، اینقدر این مشکلات رو نداشته باشیم، وقتمون بهینه‌تر صرف بشه. یه موضوعی که خیلی مهمه اینه که ریشه اهمال کاری مدیریت زمان نیست. خیلی از مدرسا رو من می‌بینم وقتی میخوان در مورد راهکارهای
کاهش اهمالکاری یا تنبلی صحبت کنن، میگن شما باید مدیریت زمانتون رو بهتر کنین تا اینکه بتونید در نهایت تنبلی کمتری داشته باشین یا توی کاراتون اهمالکاری نکنین. در صورتی که اصلا ریشه اهمالکاری مدیریت زمان نیست، مدیریت احساساته. چرا میگم مدیریت احساساته؟ به این خاطر که اهمالکاری دقیقاً زمانی اتفاق میفته که شما قراره تصمیم احساسی بگیری. یعنی هر لحظه که میخوای یه کاری انجام بدی، مغزت در حال تصمیم گیریه بین این کار یا هیچ کار نکردن، بین این کار یا کار دوم. یعنی مدام شما مغزت باید ترجیح بده که کدوم کار رو میخواد انجام بده و وقتی که شما آدم اهمالکاری باشی عموما کار ساده تر رو انتخاب میکنی. چرا کار ساده تر رو انتخاب میکنیم؟ چون ترجیح مغز همیشه بقاست، یعنی اینکه از من انرژی کمتری گرفته بشه و زمانی که مغز ترجیحش اینه که از بدن انرژی کمتری گرفته بشه، در نهایت کارهایی رو انتخاب میکنه که ساده تر باشن، انرژی کمتری صرف کنن، چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ ذهنی، و در نهایت انتخاب این کارها باعث میشه که خب بقای بدن حفظ بشه دیگه، مدت عمر طولانی تر بشه به خاطر که انرژی کمتری داره صرف میکنه. پس پیش‌فرض مغز تصمیم گیری بر این اساسه و یه جایی داره احساسی تصمیم میگیره دیگه. احساس میگه با کار ساده‌تر رو انتخاب کن. پس ما اگه بتونیم احساساتمون رو بهتر مدیریت کنیم، احتمالاً توی بحث اهمالکاری خیلی میتونیم بهبود پیدا کنیم، یعنی اهمالکاریمون خیلی کمتر میشه. حالا چیکار کنیم که این اتفاقی بیفته؟ میخوایم بریم سراغ یه سری راهکارها، چون که یه موضوعی که وجود داره اینه که وقتی که ما اهمالکاری میکنیم غالباً اهمالکاری هامون ادامه دار میشه، یعنی یه چرخه منفی تشکیل میشه که این چرخه باعث میشه شما توی سیکل معیوب اهمالکاری گیر کنی. چرا؟ چون که وقتی فرض کن الان دانش آموز کنکوری، خب یه برنامه داری واسه امروزت، این برنامه رو اجرا نمی‌کنی یا با یه کار غیر مهم جایگزینش می‌کنی، در نهایت برنامه‌ت آخر روز میمونه. انرژی منفی تری میشه طبیعتاً، یعنی حسی که داری نسبت به خودت منفی تر میشه، حست نسبت به برنامه منفی تر میشه. یه جاهایی بچه‌ها میگن برنامه مفید نیست یا برنامه نوشتن مفید نیست. شاید برنامه مفید باشه، اما موضوعی که هست اینه که پیشروی که داشتی مفید نبوده، به همین خاطر ربطش میدی به برنامه ریزی و میگی برنامه مفید نبوده، در صورتی که این دوتا کاملا متمایزن. و وقتی این اتفاق میفته تو انرژی نمیگیری و وقتی انرژی نمیگیری احتمال کار مفید کردن روز بعدت هم کم میشه، چون به هر حال ملاک یه سری کارهای مفید رو انجام دادن اول انگیزه است. کسی که انگیزه نداره خیلی اوقات کاری نمیکنه که اصلا بخواد مفید باشه یا غیر مفید. و وقتی شما یه روز اهمال کاری میکنی، انتهای اون روز وقتی به این بی انرژی بودن میرسی یا انگیزت افت میکنه به خاطر اینکه نتونستی اونطور که میخواستی یا اونطور که توقع داشتی پیش بری، احتمال اهمال کاری روز بعد رو هم بیشتر میکنی و این چرخه مدام در حال تکراره. یعنی شما هر روز درگیر اهمال کاری های بیشتر میشی. یه جوری میگن اهمال کاری خودش یه نوع اعتیاده، یعنی کسی که درگیرش میشه مدام اهمال کاریاش بیشتر میشه و نمیتونه ترکش کنه دیگه. حالا چیکار کنیم با وجود همه این داستانا بتونیم راحت‌تر بریم سراغ ترکش، چه راهکارها داشته باشیم که بتونیم لااقل کمترش کنیم؟ به هر حال اهمالکاری صفر نمیشه. هر کس هم ادعا کنه که من هیچ جای زندگیم اهمالکاری نمی‌کنم، احتمالاً داره ادعای دروغی رو مطرح میکنه و فقط اهمالکاری افراد تو حوزه‌های مختلفه. یکی مثلا تو درس خوندنش اهمالکاری داره، یه دانش آموز دیگه نه، تو درس خوندن اهمالکاری نداره، اما تو یه سری کارهای واجب دیگر رو انجام دادن اهمالکاری داره. مثلا اگه کلاس ورزشی داره شرکت میکنه، توی انجام تمرینات اون کلاس اهمالکاری داره. پس اهمالکاری هر کسی توی حوزه خاصی میتونه باشه و هیچ وقت به صفر هم توقع نداریم برسه اصلا، چون یه فرض محال چیزیه که به هر حال شما توی بازه هایی که لااقل بی انرژی باشین احتمالاً براتون اتفاق میفته. فقط پیش فرض ما اینه که بتونیم کمک کنیم که کمترش کنیم، یعنی بتونیم به حداقل میزان ممکن برسونیم تا بتونیم از روزهامون مفیدتر و پربازدهتر استفاده کنیم. خب اولین نکته‌ای که باعث یا اولین راهکاری که باعث کاهش اهمالکاری میتونه بشه، بحث ساده سازی شروعه. ساده سازی شروع منظورم چیه؟ ساده سازی شروع یعنی اینکه مقدمات کار رو کمتر کنی. یعنی اگر که من تصمیم دارم یه درسی رو بخونم که میدونم همیشه توی این درس اهمالکاری میکنم به خاطر اینکه دوستش ندارم، بیام شروع رو کوچیک‌تر کنم، بیام شروع رو ساده‌تر کنم، یا یه جاهایی به جای اینکه بیام پارت 2 ساعت مطالعه بذارم پارت 20 دقیقه مطالعه بذارم، یا هر طور که شده صرفاً خودم رو قانع کنم که با حجم کمتر، با تایم کمتر اجراش کنم. یعنی کلاً بیخیال این بشم که مثل همه دروس دیگه بخوام اون پارت رو 90 دقیقه‌ای بخونم یا اون درس رو 90 دقیقه‌ای بخونم.
به این راضی بشم که من این درس رو صرفا میخوام 20 دقیقه بخونم و بذارم کنار. یا اگه الان هدفم اینه که امروز حتی شده مثلا 10 صفحه بخونم، اگر که میبینم داره اهمال کاریم زیاد میشه و مدام به تعویقش میندازم، صرفا با خودم این قرار رو بذارم که صفحه اول رو بخونم یا پاراگراف اول رو بخونم حتی. پس یه جایی در همین حد هم شما میتونی کار رو کوچیک کنی. چرا میگم کوچیک کنی و مقدمات شروع رو ساده تر کنی؟ چون سخت ترین قسمت شروع یک کار، سخت ترین قسمت انجام یک کار شروعشه. شما اگه شروع رو رد کنین غالبا احتمال ادامه دادن خیلی بیشتر میشه. شاید برات اتفاق افتاده باشه گاهی اوقات حتی می‌خواستی یک کاریو در حد چند دقیقه انجام بدی، مثلا گفتی برام چند دقیقه فلان درس رو بخونم، یهو به خودت اومدی دیدی 1 ساعته که درگیر اون درسی. این اتفاق به این دلیل میفته که تو شروع رو رد کردی. اگه ما تو همه کارامون مرحله شروع رو نداشتیم، احتمالاً اهمال کاری خیلی کمتری داشتیم. پس هر چقدر بتونی شروع رو ساده‌تر کنی، احتمال اینکه بتونی اجرای بهتری داشته باشی، اجرای پربازدهتری داشته باشی بیشتر میشه. و هر کاری که براش اهمال کاری میکنی اول سعی کن شروعش رو ساده کنی. برای ساده سازی شروع ما یه قانونی داریم به اسم قانون 2 دقیقه. قانون 2 دقیقه میگه که اگر کاری بیشتر از 2 دقیقه طول میکشید، در لحظه تصمیم بگیر که صرفاً 2 دقیقه‌شو انجام بدی و اگر کاری کمتر از 2 دقیقه طول میکشید همونجا کل کار رو انجام بده. یعنی اگه من قراره به یه نفر یه پیامی بدم که مهمه، غالبا اهمال کاری میکنیم دیگه. بعد یهو مثلا 3 روز بعد فلانی میگه آقا فلان پیامو دادی، به تاکید کرده بودم و بعد میگی که نه به خدا قرار بود همون لحظه بفرستم، مثلا فراموش کردم. این میشه دقیقاً همون بحث اهمال کاری. کاری بوده که کمتر از 2 دقیقه طول میکشید اما چون اهمال کاری کردی بیشتر از چند روز داره طول میکشه. پس قانون 2 دقیقه، کارهایی که کمتر از 2 دقیقه در همون لحظه انجام بشن، کارهایی که بیشتر از 2 دقیقه 2 دقیقه شون همون لحظه انجام بشه. اگه من قرار درسی بخونم که حداقل 2 ساعت طول میکشه، صرفاً اگر که میدونم از صبح قرار بوده اجراش کنم، الان شب شده هنوز اجراش نکردم و میخوام موکولش کنم به روز بعد، اول اینو بدون که روز بعد همین اتفاق میفته و تو هیچ وقت اون رو شروع نمی‌کنی. بهترش اینه که همون شب لااقل در حد 2 دقیقه یا در حد 1 صفحه یا 1 پاراگراف اون درس رو بخونی، مابقیش رو موکول کنی به روز بعد و صرفاً همش رو نذاری روز بعد. خب راهکار دوم کنار گذاشتن کاملگرایی و انجام کارها حتی با نقصه. کاملگرایی هم با کمالگرایی فرق داره. بعضی میگن من آدم کمالگرایی هستم. کمالگرا بودن یه جاهای خوبه، یعنی ما هدفمون اینه که این کار رو به حد کمال برسونیم، یعنی به بهترین شیوه اجرا برسونیم در نهایت. اما کسی که کاملگراست یعنی اینکه میخواد کارها رو همیشه کامل انجام بده، به انجام کارها با نقص راضی نمیشه. یه وقت هست من میگم که من میخوام این کار رو مثلا میخوام توی فلان درس به تسلط 100% برسم. خب توی استپ اول هدفم رسیدن به 20%. یه ماه بعد که میخوام مرور کنم خودمو میرسونم مثلا به 40%، تو مرور بعدی خودمو میرسونم به 60% و تو بازه جمع‌بندی خودمو میرسونم به 80%. در نهایت تو آزمونای جامعه خودمو میرسونم به همون بالای 80-90% که میخواستم یا نزدیکای 100%. اما یه وقت هست یکی از همون اول، یعنی خیلی دانش آموز داریم که توی تابستون بار اولیه که داره یه درس رو میخونه، بعد چیزی که به من میگه اینه که من این درس رو خوندم، تستاشو زدم، اما الان میرم آزمون میدم تهش 40% میزنم. کاملگرایی دقیقاً همینه، یعنی تو یه بار درس رو خوندی، تستاشو زدی، توقع اینو داری که تو همون دور اول بتونی به تسلط کامل برسی. در صورتی که اگه دیدت کمالگرایی باشه، به مرور سعی میکنی به اون حد کمال رو عالی برسونیش و افزایشش بدی. پس این موضوع خیلی مهمه که ما سعی کنیم کارها رو انجام بدیم حتی شده با نقص. بعضی 0 و 1 هن. من یا فلان کار رو شروع نمی کنم یا اگر شروع کنم بهترینش رو باید اجرا کنم. من فلان حوزه وارد نمیشم یا اگر بخوام وارد بشم یه جوری وارد میشم که دیگه هیچ کی حریفم نباشه. من یا فلان درس رو نمیخونم یا اگه بخونم فقط منم که میتونم توی آزمون 100 بزنم، هیچ کی دیگه نمیتونه. بعضی فقط ادعاشو دارن. به خاطر چی؟ به خاطری که مدام توی این قضیه کاملگرایی گیر کردن. یه جاهایی باید کوتاه بیا، یه جاهایی باید راضی بشی به این که کار رو انجام بدی حتی اگر 0.5% پیش بخواد بره. پس بحثی که تو کاملگرایی هست برای کنار گذاشتن کاملگرایی بهترین راهکاری که میتونیم داشته باشیم همینه که من راضی بشم که کارها رو انجام بدم حتی اگر با نقص باشن و فکر به 0 و 1 نداشته باشم، یعنی یا انجام میدم در صورت عالی بودن یا انجام نمیدم و نداشته باشم و بذارمش کنار، راضی بشم انجام بدم حتی اگر بدونم که ممکنه تو دور اول بد باشم، نه صرفا عالی حتی. خب تکنیک سوم برای
کاهش اهمال کاری ساده سازی خود مقدمات شروع کاره. مثلا اگه میخوام فردا فلان درس رو بخونم، از شب قبل کتاب اون درس رو بذارم روی میز مطالعه باشه. یعنی اصلا فردا حتی اجازه انتخاب کتاب یا اجازه پیدا کردن کتاب رو هم به خودم ندم، چون هر چقدر که فرایند شروع سخت‌تر میشه، احتمال انتخاب اون کار توسط مغز کمتر میشه، چون مغز داره کارا رو با هم مقایسه میکنه دیگه. هر چقدر کار سخت‌تر میشه، احتمال انتخابش کم میشه، چون مغز ترجیحش کارهای ساده تره. بعضیا میگن خب ما وقتی میخوایم یه کار رو انجام بدیم، کار دیگه‌ای وجود نداره که مغز بخواد انتخاب کنه. چرا؟ کار دیگه‌ای وجود داره و اون کار هیچ کار نکردنه. یعنی حتی که شما موبایل نداری و میگی من اصلا درگیر سوشال مدیا نیستم، چون معمولا اهمالکاری 90% دانش آموزا به خاطر موبایل و سوشال مدیاست، چون در لحظه مغزشون ترجیح میده وارد سوشال مدیا بشه تا اینکه بخواد درس بخونه. اما اگه شما میگی من اصلا موبایل ندارم، حتی تلویزیون هم نگاه نمی‌کنم و هیچ عامل دیگه‌ای وجود نداره که من بخوام انتخابش کنم، یه جاهایی به خودت می‌بینی یک ساعته که دراز کشیدی هیچ کار مفیدی نمی‌کنی. اونجا دقیقاً همون جاییه که مغزت هیچ کار نکردن رو به هر کاری از جمله درس ترجیح داده. پس داستانی که هستش اینه که هر چقدر مقدمات حتی فیزیکی شروع کار ساده‌تر از قبل چیده بشه و شروعش ساده‌تر بشه، احتمال اینکه انجامش بدی بالاتر میره. یکی دیگه از مثال‌هایی که میتونیم توی ساده‌سازی مقدمات داشته باشیم اینه که اگه میخوای فردا بری ورزش کنی، لباس‌های اون ورزش رو از قبل آماده کنی، اصلا بذاری کنار تختت، به محض اینکه بیدار شدی بدونی قرار حتی چی بپوشی، حتی امکان انتخاب لباس رو هم به ذهنت ندی و اون شروع تا حد ممکن ساده بشه. مثال درسیش هم که بهت گفتم. پس یکی از تکنیک‌های خیلی خیلی مفید میتونه همین موضوع باشه. موضوع بعدی بحث نوشتن و تیک زدن اجرای برنامه است. نوشتن خب اولا چند تا مزیت داره دیگه. ما معمولا یه سری فایل های باز تو ذهنمون داریم، یعنی مغز ما مدام در حال تجزیه و تحلیل کارهایی که انجام نشدن. تا وقتی که ننویسی، کارهای انجام نشده تو ذهنت وجود داره. زمانی از ذهنت خارج میشه که یادداشتشون میکنی و میاریشون رو کاغذ. و وقتی که میاری رو کاغذ، اتفاقی که میفته اینه که ذهنت آرومتر میشه، یعنی اون بحث عدم تمرکزی میره کنار. مزیت اولش که اینه. مزیت دومش اینه که شما وقتی مینویسی و هر آیتم که اجرا میشه تیک میزنی، یعنی اصلا آیتم به آیتم بنویس، توصیفی ننویس. معمولا اگه میخوای برنامه بنویسی، ننویس که امروز میخوام این کار رو انجام بدم بعد برم فلان کار رو بکنم. بنویس امروز خوندن درس 1 ریاضی یه آیتم باشه، درس 2 فیزیک یا آیتم دیگه باشه، به همین ترتیب که هر کدوم که اجرا شد تیک انجامش رو بزنی، چون خود تیک زدن یه اثر مثبت روانشناختی داره که میتونه باعث بشه انگیزت برای اجرای بقیه آیتم‌های برنامه اون روزت فوق‌العاده بالاتر بره. پس هدف ما از تیک زدن و نوشتن برنامه یه جاهای بهبود عملکرد کلاً، نه صرفاً اینکه بگیم حالا برنامه مکتوب، خیلی میگن برنامه مکتوب بهتره. حتما برنامه‌هاتون رو مکتوب کنید. فلسفه‌اش چیه؟ خب چرا باید این کارو بکنیم؟ یکی خالی شدن ذهنه که اگر درگیری یکی از کارهای برنامه هستیم، ذهنمون پیش فایل‌های باز دیگه نمونه و همه فایل‌ها بیاد رو کاغذ و مطمئن باشیم که یه جایی برای بررسیشون یه تایمی در نظر گرفته شده. و موضوع دومش هم همون بحث تیک زدنیه که بهت گفتم. هر دوی این موارد باعث کاهش اهمال کاری میشه. یعنی اگه میخوای که اهمال کاریت کاهش پیدا کنه، یکی از راهکارهایی که میتونی استفاده کنی دقیقاً همین موضوعه. خب راهکاری که بهت گفتم میتونه باعث بشه که لااقل تا حد زیادی در شروع اهمال کاریت کمتر بشه. و حالا قسمت‌های بعدی دوره افزایش عملکرد که با هم داشته باشیم، خودش در نهایت میتونه باعث بشه که یه سری راهکارهای دیگه توی موارد دیگه حتی باعث میشه در نهایت اهمال کاریت حتی عظیمی هم که با این راهکارها اجرا میکنی هم کمتر بشه. و فعلا اون راهکارها رو فاکتور میگیریم، چون تو قسمت‌های بعدی قرار تو قسمت خودش مرتبط با موضوع خودش بررسی بشه. امیدوارم این قسمت بهت کمک کرده باشه. اگه که اینطوری بود، حتما واسه یکی از دوستات هم ارسالش کن که بتونی به اونم کمک کنی و در نهایت قسمت‌های بعدی رو حتما پیگیر باش، چون انتهای این دوره اتفاقی که برات میفته میتونم بهت قولش رو بدم که یک معجزه است تو روندت. مرسی که تا آخرش همراه بودی. وقتت بخیر. خداحافظ.